د بریالیتوب لومړني ګامونه د برنامه‌ریزي په هغه لوړو ګامونو کې دي چې انسان یې کولی شي د هغه لارې پیدا کړي. نننۍ خپرونه مو پر همدې موضوع باندې راګرځي چې ځوانان څنګه کولی شي په تحصیلي برخو کې خپل هغه لوړو ګامونو ته، هغه ګامونه چې دوی یې خپل د بریالیتوب هغه لوړ ګامونه بولي، نو د ځوانانو برنامه‌ریزي په تحصیلي برخه کې غواړو نن ورباندې بحث وکړو. نو خپرونې ته ډېر ښه راغلاست. په نننۍ خپرونه کې امید شهابي د کابل پوهنتون د حقوقو او علومو سیاسي د 4م صنف محصل. ډېر ښه راغلاست شهابی صاحب. زنده باشین. سلام علیکم. شهابی صاحب، اگر از اینجا آغاز بکنیم که برنامه‌ریزی تحصیلی جوانان بالخصوص در پوهنتون کابل مشخص میکنه که یک راه و یک مسیری هست که میتونه که افراد به قله‌های بلند موفقیت خود برسند. حالا سوال اینجاست که برنامه‌ریزی تحصیلی جوانان بین بالخصوص بین جوانانی که میخوان به سیاست را پیدا بکنن چقدر برنامه‌ریزی تحصیلی مشخصی دارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نفوذ عرض سلام و ادب به تمام هموطنان عزیز، بالخصوص جوانانی که در راستای کسب علم و تحصیل روان هستند. سوال شما در ارتباط به این که جوانان چگونه از راه تحصیل وارد سیاست میشن چگونه است، این یک اصل از سیاست و نظر به شرایط و اوضاع کشور اگه ما بیاندیشیم، گام هایی که یک محصل در دوران تحصیل میگذاره نسبت به بعضی کشورهای دیگه، خصوصا کشورهای غربی، متفاوت است کشور ما. چون که وضعیت و بحران هایی که در کشور ما فعلا جریان داره باعث صد راه بعضی از مشکلات میشه که محصلین بعد از اتمام درس نمیتوانند به گام هایی که میخوان برسند و ما باید به این راستا توجه کنیم و کوشش کنیم. بالخصوص توجه دولت در این زمینه بسیار مهم است، در زمینه ای که جلوگیری از فساد، بالخصوص فسادی که باعث میشه یک محصل بعد از اتمام تحصیل نتونه وظیفه بگیره. سر از او در انشالله در برنامه انشالله صحبت خواهیم داشت. حالا این که مثلا فرد زمانی که مکتب خلاص میکنه بعد از تیر شدن کانکور راه پیدا میکنه به پوهنتون و اینجا راه فرد نامشخص است، یعنی نامعلوم است که چگونه فرد بتونه که اهدافی که داره اونجا مشخص‌تر برسه. اگر مشخص‌تر بگوییم در اینجا که فرد زمانی که پوهنتون میایه و راه گم میکنه چگونه میتونه که هدف مشخصی داشته باشه؟ معمولا افرادی که به پوهنتون راه پیدا میکنن سال اول نمیتونه که مثلا هدف خود مشخص‌تر تعریف بکنن. چقدر میتونه که هدف خود را که اینا دارن یا برنامه تحصیلی یا برنامه‌ریزی تحصیلی که دارن تعریف کردن نمیتونه؟ چگونه میتونه، با کدام اساس مثلا میتونه که یک برنامه تحصیلی رو تعریف کرد؟ خب برای اینکه یک محصل وقتی که وارد دوران تحصیل میشه بتونه هدف خود مشخص کنه، یک برنامه ریزی دقیق لازم است که این برنامه ریزی میتونه از طریق ابعاد مختلف ما بتونیم در نظر بگیریم. در نظر گرفتن وقت، استفاده از وقت به صورت سالم یکی از گام های موثر است که محصلین بهتر میتونن به اهداف خود برسند. چنانچه استفاده از وقت در کارهای مثبت مانند مطالعه کتاب، دیگه استفاده از برنامه‌های علمی و همچنان در قسمت ظرفیت سازی که تنها به اکتفا نمودن به چپترهای پوهنتون هم برای رسیدن به هدف یک محصل لازم نیست، اکتفا نمیکنه تنها. بنابراین لازم است که برای ارتقای ظرفیت خود برنامه‌های بیرونی مثل یادگیری کامپیوتر، لسان‌های خارجی مثل عربی، انگلیسی و سایر لسان‌های خارجی و همچنان در قسمت فن و بیان باید گام‌هایی را برداره تا بتونه به اهدافی که بعد از فراغت میخواد برسه. بنابراین بسیار کنترل وقت یکی از گام‌های بسیار موثر در قسمت رسیدن یک محصل به هدفش میباشد. شما از چپتر که در پوهنتون اشاره کردین، اکثر چپترهای پوهنتون گفته میشه بر اساس آمار
مثلا از 1386 است، 1385 از این سال است. از این ناحیه اگر بر ما بگین برنامه‌ریزی تحصیلی از کتاب‌های قدیمی چقدر تاثیرگذار است، بالخصوص پانتون کابل اگر مشخص‌تر بگین؟ ما اگه بیایم سطح تحصیلات کشور ما با کشورهای دیگر رو مقایسه کنیم، بسیار کمبودی‌های وجود دارد که یکی از این کمبودی‌ها میتونه چپترهایی باشه که وقت و زمانش در همین زمان حال ارتباط نمیگیره، چون که جهان رو به پیشرفت است و ما باید نظر به پیشرفتی که صورت میگیره طبق از ما تحصیل و بالاخره دانش ما مطابقت داشته باشه و این برمیگرده به دولت باید در این زمینه کوشش کنه تا که کتاب هایی که متعلق به سالهای بسیار گذشته است یا سالهایی که قبل از 90 است و همچنان در قسمت روش تدریس استادایی هست که امروزه ما شاهد هستیم که همون روش سنتی هنوز پیش میبرن، با وجودی که امروز روش های بسیار موثر وجود داره و بعد از این روش های استفاده شه تا محصلین بتوانن بهتر به کسب دانش خود بپردازن و توجه دولت در این زمینه بسیار مهم است باید باشد. قسمی که شما اشاره داشتین به شیوه تدریس و همچنان به مطالعه خود شاگردان که بیشتر باید از کتاب‌های بیرونی استفاده کنن. حالا شما اشاره هم داشتین که برنامه‌های علمی میتونن کمک بکنن برای تعیین اهداف شاگردان یا محصلینی که میخواین به اهداف بلند مدت برسن. این برنامه علمی اگه مشخص کنین که کدام برنامه علمی میتونه به دو بخش تقسیم شه. یک برنامه هست که ارتباط به دروس محصلین داره و برنامه هست که خارج از موضوعات درسی داخل پانتون است. به طور مثال موضوعات دینی رو شامل میشه، موضوعات جغرافیا و تاریخ و مسائل بیرونی دیگه در قسمت تکنولوژی خصوصا که امروزه ما شاهد هستیم که تمام علوم در رشته تکنولوژی میچرخد و علومی که باز ارتباط میگیره به دروس پانتون و این هم یکی از درس‌های علمی میتونه باشه که بر علاوه چپتری که یک محصل میخونه به فلیازو میتونه از منابع دیگر که ارتباط به اون چپتر داره از اون استفاده کنه. بنابراین علوم دروس علمی در دو بخش تقسیم میشه. یکی از بینندگان برنامه وریانس در فیسبوک گفته که بیشتر محصلین زمانی که به پانتون راه پیدا میکنن با احزاب و اینا آشنا میشن و هدف کلی که اینا دارن که باید برسن و درس روزانه خود بخونن، مطالعه بیرونی داشته باشن، میرن مصروف میشن در احزاب. این چقدر تأثیر گذار است برای محصلین که نمیتونن برنامه‌ریزی تحصیلی خود را منیج بکنن یا مدیریت بکنن. سوالتان بسیار سوال معقول بود و یک اشاره بسیار مهم بود که امروز ما شاهد هستیم که خصوصا محصلین سال اول وقتی که وارد پانتون میشن از طریق احزاب و بعضی گروه های دیگه جذب میشن و علت از این که اینا جذب میشن یکی عدم علاقه محصلین به برنامه درسی است، چون که وقتی که آنها در فضای درسی میآیند استاد و امکاناتی که در دسترسشان قرار داده میشه کمبودی بالاخره نیازهای آنها را برآورده نمی‌سازد. این باعث میشه که آنها وقت اضافه داشته باشن و این وقت اضافه در عدم مسئولیت دیگه باعث میشه که این جوانان به سوی احزاب و بعضی گروه‌های دیگه بروند و رفتن به احزاب و گروه‌ها برای محصلین میتونه مفید هم باشه و میتونه به نقص آنها هم باشه. هرگاه اگه محصلین اگه بتونن با درک و فکر کامل و پذیرفتن بعض شرایط و قبولندن بعض شرایط آنها در داخل یک گروه سیاسی بشوند بهتر است نسبت به عدم آگاهی که بعضی محصلین میرن. این باعث ضیاع وقت آنها میشه و باعث دوری از درس‌های پانتون آنها میشه. تشکر. قسمی که آقای شهابی هم اشاره کردن مطالعه، برنامه‌ریزی علمی و همچنین استفاده از وقت چیزی بود که در برنامه‌ریزی تحصیلی جوانان بیشتر کمک میکنن.
قبل از اینکه وقفه بگیریم اشاره میکنم که بعد از وقفه بالای این صحبت خواهیم داشت که افراد چگونه میتوانند بالای اهداف خود بیشتر تاکید بکنن و چگونه میتوانند برسند. پس میریم یک وقفه کوتاه میگیریم. بیا هم شرق لاستوریان خبرونه د لکه څنګه چې د خبرونې په لومړۍ برخه کې مو وویل ځوانان کولی شي د وخت په تعینولو باندې خپل لومړني هغه ګامونه چې خپل د بریالیتوب لپاره یې ټاکلي دي هغوی ته ورسیږي. شابی صاحب درباره از اینکه جوانان چگونه میتونن ارتباطشان با جامعه‌ای که نسبتاً بیسواد است چگونه تأمین بکنن بعد از مکتب که به پانتون میرسن؟ خب ما در قسمت جوانان که ابتدا دوران مکتب رو به اتمام میرسونن و بعد از او وارد یک فصل جدید که دوران تحصیل است وارد میشن، بعضی تفاوت‌های دیده میشه. چنانچه یک جوان وقتی که وارد پانتون میشه، پانتون مکانی است برای شخصیت سازی متفاوت تر نسبت به دوران مکتب، چون که در دوران پانتون کسی که کسب تحصیل میکنه با شخصیت های فعالتر و علمیتر برخورد میکنه از یک سو، و از سوی دیگر درس هایی که میخونه به صورت متخصصی تر است نسبت به دوران مکتب. این باعث میشه که جوان نسبت به جامعه خود یک دید متفاوت تر داشته باشه نسبت به دورانی که در مکتب بود. و همچنان جامعه و حتی اقارب و فامیل جوان هم یک دید متفاوت تر نسبت به شخص دارد و این بسیار خوب است که جوانان در دوران تحصیل بتوانند شخصیت سازی کنند و شخصیت سازی میتواند از کسب دانش و برخورد با شخصیت های علمی و همچنان نشست و با برنامه های علمی در قسمت ارتقای ظرفیت جوانان بسیار موثر. حالا اگر درباره ازی بگوییم که بعضی جوانا مثلا به پانتون راه پیدا کردن نمیتونن، برنامه ایشان باید مشخص خیلی 180 درجه تفاوت پیدا میکنن. حالا او جوانان چه کار بکنن؟ جوانانی که وارد پانتون نمیشن بنابر عدم فرو کردن نمره کنکور و یا ای که بنابر عدم حوصله ادامه تحصیل، میتونه برای بعضی جوان‌ها بعضی مشکلات به بار آورد که از این مشکلات به طور مثال بیرون رفتن جوانان از افغانستان که ما شاهد هستیم خصوصا از سالهای 2014 به این سو جوانان زیادی خصوصا جوانان تعلیم یافته ما به کشورهای غربی و کشورهای امریکایی مهاجر شدند و این یک ریسک بسیار بزرگ برای دولت هست. دولت باید در این زمینه بسیار یک توجه خاص داشته باشه و تدابیر مؤثری را در این زمینه باید تطبیق نماید برای جوانانی که آنها نمیتونن وارد پانتون شوند و یا یک چانس و یا یک زمینه مسئولیت برای آنها ایجاد شده. شما اشاره داشتن یعنی در کل فرار مغزای علمی که از افغانستان میدن. درباره از این که بخشی از جوانان که به پانتون راه پیدا نمیکنن، ادامه تحصیل هم داده نمیتونن، برنامه‌ریزیشان قسمی که قبلا هم گفتیم 180 درجه متفاوت‌تر از دیگرها هستن. کسانی که مثلا به پانتون راه هم پیدا کرده میتونن ولی باز هم راهشان مشخص نمیشه، یعنی نمیتونن چیزی رو تفکیک بکنن که مثلا با کدام راه روان است. مثلا انتخاب کرده پانزه روانشناسی را یا پانزه ادبیات را یا پانزه شریعت را، به دنبال یک چیز دیگری هست. برای ازیا شما چی گفتنی داره؟ و جوانان وقتی که علاقه ایشان از بین میره در پانتون که میان، چون که قبل از پانتون بچه‌ها که در دوران مکتب اصلا علاقه بسیار زیاد دارن که وارد یک محیط دیگر که پانتون است شدن. علتی که جوانان در اینا تغییرات ایجاد میشه عدم توجه دولت در زمینه
تحصیلات هست، چون که جوانان با محیط خسته کن پانتون وقتی که روبرو میشن بی‌علاقگی برای آنها به وجود میاد و این باعث میشه که آنها هدف خود را تغییر دهند و نسبت به رشته‌ای که آنها قبلا میخواستن دوری کنند. و در اینجا هم باید دولت توجه کنه و باید پروگرام های بسیار مؤثر را در این زمینه ایجاد کنه تا جوانان علاقمندیشان افزایش یابد، نه که اینکه جوانان رو به بی‌علاقگی و در حال دوری از اهداف و از دفاع و بعضی افکار دیگه مثلا چه کار بکنه دولت در این عرصه؟ دولت میتونه با ایجاد بعضی کورس های کمکی، با امتیازات بورسیه، با برگزاری سمینارهای علمی و سایر موارد دیگه علاقمندی را در بین محصلین افزایش یافت. این خود یکی از مشکلات بود که کمتر از محصلین با این روبرو میشن، چون اکثر جوانا که فعلا کنکور امتحان میتن بیشتر به علاقه به پنجه‌ای که علاقه دارن اونا رو انتخاب میکنن. این خب مشخص شد. حالا مشکلاتی که خود جوانان در پانتون در بخش درسیشان مثلا روبرو میشن، از کیا کمک گرفته میتونن؟ از استاد خوب از کمک بگیریم یا از مسئولینی که همراهشان هست میتونن مشکلات رو حل جوانانی بکنن؟ که به مشکلات در قسمت دروس خود دچار میشن، در قدم نخست آنها باید از استادهای خود کمک بگیرند و در صورتی که نیازهای آنها از طریق استادان برآورده نمیشه، باید از استادهای بیرونی و حتی از وسایل تکنولوژی مثل اینترنت و وسایل برنامه‌های اجتماعی استفاده کنند تا نیازهای تدریسی، نیازهای علمی آنها برآورده شود. و همچنان در تعلیم استادا یکی از حامیان و همکارانی که میتونه برای جوانان باشه والدین جوانان هم هست که جوانان از طریق والدین خود میتونن انگیزه در قسمت دروز خوب بیشتر بگیرن. شما اشاره داشتین درباره وسایل. مسئولینی که بیشتر کوشش میکنن به هدف بلند خود برسن نیاز بیشتری به وسایل دارن. بیشتر مسئولین چی کار بکنن که از وسایل کم بهره‌وری بیشتری داشته باشن؟ ما در ابتدای برنامه یک اشاره داشتم با مدیریت زمان. یکی از گام‌هایی که مسئولین میتونن بهتر و زودتر به اهداف خود برسن مدیریت زمان است و همچنان در پهلوی مدیریت زمان میتواند همنشین و یا دوستان مؤثر برای جوان هم در زمینه رسیدن به اهدافش بسیار مثبت باشد. یعنی انتخاب دوست بیشتر میتونه که تاثیرگذاری داشته باشن. درباره از اینکه مسئولین از تکنولوژی که شما گفتین آپدیت در پانتون استفاده بکنن، چقدر در پانتون ها بیشتر از این استفاده میشه که این هم یکی از جزوی از برنامه‌های تحصیلی خود جوانان است؟ از تکنولوژی چقدر استفاده میشه؟ تکنولوژی امروزه در جهان بسیار گسترش یافته، اما بعض تأسف در افغانستان بسیار در سایه محدود جریان دارد. ما اکثر ولایت‌های ما محروم می باشد از تکنولوژی‌هایی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی است. حتی کابل وقتی ما توجه کنیم، پانتون کابل با داشتن امکانات بسیار باز هم نیازهای محصولین در قسمت تکنولوژی رو نمیتونه برآورده سازد. در این قسمت دولت باید نظر به قرارداد یا نظر به کمک ها باید از کشورهای بیرونی تقاضا کنند که تا بتواند در قسمت گسترش تکنولوژی و همچنان پیشرفت هایی که جوانان از طریق تکنولوژی میتونن اینو به دست بیارن و نیاز هست رو برآورده کنند. شایبی صاحب، خود رشته چقدر تأثیر بالای پیشرفت برنامه‌ریزی تحصیلی جوانان داره که چقدر مؤثریت داره؟ خب رشته ها متفاوت است، هر رشته از خود جایگاه خاص خود را داره و محصلین هم نظر به علاقه خود یک رشته رو انتخاب میکنه. به طور مثال بعضی ها نیاز به علوم سیاسی و علوم اجتماعی رو علاقه‌مندن و برعکس بعضیان به علوم ساینسی و فیزیک و تا علوم تکنولوژی علاقه‌مندی زیاد دارن و رشته ها باعث میشه که جوانان
اما کمبودیایی که در دولت احساس میشه پیدا این رشته ها برآورده میشه و این بسیار خوب است که رشته های متفاوت هر سال نظر به احصایه‌ای که از طرف وزارت تحصیلات عالی میشه به صورت دقیق این احصایه شه و گزارشش طوری باشد که جوانان در آینده مشکل به بعضی پرابلم ها به طور مثال عدم اشتغال به وظایف یا کارایی که بالاخره آنها دنبالش می‌زدن از این محروم نشن. باید در این زمینه احصایه گری دقیق هم وجود داشته باشه. باید اشاره بکنم بعضی از مسائل مشکل دارن در بخشی از برنامه‌ریزی درسیشان یا برنامه‌ریزی تحصیلیشان که چگونه تحصیل خود ادامه میدن. اکثر مسئولین زمانی که کامیاب میشن بازم ترک تحصیل میکنن. مشاورینی در این عرصه چقدر هست و چقدر مؤثر بوده میتونه؟ با عرض تأسف در این زمینه بسیار توجه کمه صورت گرفته، چنان که ما شاهد هستیم طی چند سال گذشته و حتی همکنون فرار مقطع هنوز هم جریان دارد و این نشانگر ای است که عدم وجود مشاورین فعال و حتی اگر هستن به صورت ظاهری هستن آنها ما هیچ کارکردی از اونها ندیدیم، چون که اگه میدید واقعا جلوگیری از فرار مقطع میشد. بنابراین این هم یکی از نقطه ضعف‌های دولت ماست و باید دولت در این زمینه هم بسیار توجه کنه، چون که یک جوان مدت 16 سال درس میخونه، بعد از او بنابر عدم پیدا کردن وظیفه یا کدام مشکلات دیگری که روبرو میشه باعث میشه که از کشور خارج شه و به یک جای دیگر اقامت گزینه و این یک ریسک است برای دولت. بنابراین باید توجه خاص دولت این زمینه شد. در اکثر پنتون کابل ما خودم هم رفتیم دیدیم و به نام اتاق مشاوره صحی وجود داره، ولی ما خودم تا ولی متوجه نشدیم که فرد دوچار مشکل شده باشه و اونجا رفته باشه. دلیلی که خود مسئولین یا اعتبار ندارن به مشاورین یا آگاهی برشان داده نشده. مشکل اینجا چی است؟ خود مسئولین است یا آگاهی دهی است؟ مشکل همیشه ما می‌بینیم بیشتر از سایه مدیریت صورت میگیره. مدیریت که امروزه در تحصیلات ما وجود داره کمی ضعیف است، توجه خاص در قسمت خصوصا مشاورین صورت نگرفته و این مشکل از جوانان نیست، چون که جوانان همیشه علاقه‌مند هستند که بتوانند کسی را پیدا کنند و از طریق از او مشکلات خود را رفع کنند. ولی میتونن که مثلا از پانتون درخواست بکنن، از پنزه درخواست بکنن که اگر مثلا مشاوری موجود نداشته باشه در پنزه برشان ایجاد بکنن، چون اتاق به نام مشاوره صحی دارن. برای اینکه مسئولین بتوانند از طریق مشاورین نیازهای خود را برآورده کنند میتوانند بله درخواستی بدن در ریاست‌های پانتون که ما بنابر مشکلاتی که داریم نیاز به یک همکار و یک مشاور داریم که ما از طریق او بتوانیم مشکلات خود را رفع کنیم. و از سوی دیگر هم باید کسایی که در مقامات قرار دارن توجه آنها هم در این زمینه صورت گیرد، چون که تنها با درخواست مسئولین فکر نکنم این کارها صورت گیرد. بخاطر این سوال عزیز توجه کردیم، چون یکی از مشکلاتی که برای ما حل میکنه برنامه ریزی تحصیلی این بود که بتوانیم از طریق مشاوره بیشتر از این مشکل حل میشه. کم کم به طرف پایان برنامه میرسیم، اما قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم میخوایم بپرسیم که ما روی قبل از اینکه به پانتون راه پیدا بکنیم برنامه‌ریزی رو گفتیم که چگونه از برنامه‌ریزی تحصیلی استفاده بکنیم، بعد از اینکه به پانتون میایم چگونه بتوانیم بهتر از وقتی که داریم از برنامه‌های علمی که هست از آن استفاده بکنیم. اما مشکل اساسی اینجاست که زمانی که فرد تولید جامعه میشه از پانتون، او وقت است که یک مشکل پیشروی جوانان است که نمیتونن وظیفه پیدا بکنن. برای اینکه اینا بتونن خودشان سر پای خود بایستن چیکار میتونن انجام بدن؟ برای اینکه جوانان بتوانند به صورت مستقل روی پای خود ایستاشند و همچنان گام‌های خود را آهسته آهسته سوی اهدافی که دارن بردارن، در این زمینه
این برمیگرده به دورانی که اینها تحصیلات خود را به اتمام رسوندند. در اون زمان اینها چی دستاوردهایی داشتند؟ یک دوم هم توجه دولت هم در اینجا بسیار مهم است که باید زمینه را فراهم کنند که جوانان بعد از اینکه فارغ میشن به کارهایی که ارتباط به همون سطح تحصیل و سطح آگاهی آنها باید در این زمینه ایجاد کنند که برای ایستاد شدن جوانان روی پای خود هم توجه دولت و اصلی هم تجربه که آنها در دوران تحصیل داشتن هر دویش ارتباط میگیره که آنها چگونه میتونن آیا میتونن وظیفه بگیرن یا نمیگیرن. نظر به همین دو بوده که گفتم نظر به این دو بود. یعنی شما بیشتر معتقد بودید که خود تلاش جوانان هستند که میتونن سر پای خود بیستن؟ ولی ایم هست ما خصوصا امروزه نگاه میکنیم محصلینی هستن که فارغ میشن و محصلینی دیگه مثلا فارغ میشن که افکار و دستاوردهایشان بسیار با هم متفاوت است. محصلینی هستن که در دوران تحصیل خود توانستن بسیار از علوم کسب کنن، انگلیسی رو خواندن، کامپیوتر خواندن و همچنان ظرفیت‌سازی در زمینه‌های دیگر هم اینا انجام دادن و محصلین دیگه هم بودن که فقط در قسمت دروس خود تنها اکتفا کردن و این به اصطلاح یک عدم توازن بین محصلین بسیار تشکر. در کابل پوهنتون د حقوق او علوم سیاسي محصل امید شهابي، ډېره مننه خپلوانو ته چې راغلاست. لکه څنګه چې شهابي صاحب اشاره وکړه، ځوانان خپل په هڅې باندې کولی سي خپل د ژوند لاره وټاکي. نو ستاسو هڅه ده چې تاسو رسولی سي. که تاسو غواړئ په خپرونه کې ګډون وکړئ، کولی سئ د هلال د فیسبوک له لارې خپل موضوع او همداسې خپل نوم لیکلی سئ او موږ ته یې رالیږلی سئ. نو همداسې کولی سئ د وریانس فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. نو که تاسو غواړئ زموږ دا خپرونه او نورې خپرونې پر یوټیوب چینل باندې وګورئ، نو کولی سئ چې ولاړ سئ هلال ټي وي، هلته نورې خپرونې هم لرو چې ستاسو به حتما خوښې سي. تر بیا چې بلې خپرونې کې زه محمد صادق ودان ستاسو چوپړ کې حاضرېږم، پر لوی الله سپارم.